رو میاریم به مسائل بین المللی و با اوکراین. با عمیق جنگ روسیه با اوکراین، واشنگتن راههای موثر فشار به کرمل را بررسی دارد. این هم در حالی است که همکاری بین روسیه، چین، ایران و کره شمالی تقویت می‌یابد. رادیو آزادی روز 4 آگوست با یکی از تشبسکاران سند فشار به کرمل، ریک اسکات، وکیل جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا صحبت کرد و نخست از او پرسید که رئیس جمهور دونالد ترامپ طرحی سخت‌تر کردن تحریمات روسیه را تصویب خواهد کرد. پوتین یک اوباش است. کاری که اون نسبت به مردم اوکراین روا دیده است نفرت آور است. پوتین چقدر زن و کودک و پیرانسالان را به قتل رساند. مهم است که ما برای آزادی به پا خیزیم. شما باید به مردم اوکراین برای مقاومتشان تحسین گویید. هفته گذشته من 2 فرمانده اوکراینی را دعوت کردم تا آنها فهمانند که چگونه با استفاده از پهپادها در جبهه مقاومت کاری بزرگی را انجام می‌دهند. واقعا حیرت انگیز است. اگر شما اعمال روسیه را پشتیبانی میکنید، بی‌شبهه شما باید مورد تحریم قرار گیرید. سوال دیگری خبرنگار رادیو آزادی در شهر واشنگتن از ریک اسکات این بود که چگونه او چون یک عضو مهم کمیته نظامی سنات آمریکا وکیلان را به طرفداری از طرح این سند جلب میکند. ما در دوره پرخطر زندگی داریم. حالا در سراسر جهان بعضی شخصان نفرت انگیز حکم میرانند که ذخیره های بزرگ در اختیار دارند. ببینید، سی جین پینگ در چین، پوتین در روسیه، آیت الله مجتبی خامنه‌ای در ایران، کیم چن اون در کره شمالی. در نیمکره ما رهبر سابق کوبا راول کاسترو، تا ماه ینور امسال نیکولاس مادورو در ونزوئلا. این افراد میخواهند که روش زندگی ما را برهم زنند. از این رو ما باید به پا خیزیم و از دوستانمان پشتیبانی کنیم. ما انتظار داریم که دوستانمان برای دفاع از خود اقدام بیشتری روی دست بگیرند. ما باید درک کنیم که در دوره پرخطر زندگی داریم. ما نمیتوانیم اصرار ورزیم که کاری روسیه نفرت آور است، اما کسی را برای این عمل به جوابگری نکشیم. همین مسئله به چین هم ربط دارد. ما باید خریدن مال چینی کمونیستی را بس کنیم، زیرا آنها در فکر تحکیم اقتدار نظامی خود می باشند و جهانیان از آنها هراس دارند. ما باید به مردم فهمانیم که خریدن مال چین را بس کنند. طرح توسعه تحریم به فکر من یک قدم برای به جوابگری کشیدن پوتین است. من می خواهم که اوکراین پیروز و روسیه ناکام شود. اوکراینی ها در طرف خوب هستند و حکومت روسیه در طرف بد. و در ادامه صحبت خبرنگار رادیو آزادی از سناتور جمهوری‌خواه در برای موضع‌گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد تحریمات بر ضد روسیه پرسید. به فکر من پوتین تخمین میکرد که برای اجرای برنامه‌هایش از دونالد ترامپ و اروپایی‌ها استفاده خواهد کرد. او از اروپایی‌ها استفاده برد، اما به عقیده من در مورد ترامپ خطا کرد. و پیش بینی نمیکرد که ترامپ به مبارزه برای آزادی در سراسر جهان چنین صداقت نشان میدهد. مردم به حیرت آمده است که چگونه ترامپ ایران را وادار میکند از سلاح هسته‌ای دست کشد. چگونه او کوشش دارد که چین کمونیست را به مسئولیت وادار کند. مردم به حیرت آمد که چگونه ترامپ مادورو را در ونزوئلا برکنار کرد. مردم جهان از تلاش‌های ترامپ برای پیروزی آزادی در سراسر عالم در حیرت است. بیننده ارجمند، مصاحبه رادیو آزادی با سناتور ریک اسکات به آزادی در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نشر می شود.